اساسگزار چریکا واگنر evgeniy پریگوژن روز 5 مای سال 2023 در یک پیام ویدیویی خطاب به وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو، سردار ستاد کل روسیه و همزمان فرمانده جنگ در اوکراین والری گراسیموف و سرفرمانده قوه‌های مسلح روسیه ولادیمیر پوتین اعلام نمود که او 2 مای فرمان عقب نشینی زرخریدان خود از شهر بخموت اوکراین را می‌دهد. بنا به گفته پریگوژن، نورسویی سلو این گروه را وادار به چنین اقدام نموده است. من تصمیم گرفتم که نیروهای واگنر را از جبهه بخموت به عقب نشینی دعوت کنم، زیرا در صورت نورسویی لوازمات جنگی آنها را به سوی مرگ فرستادن غیر منطقی است. در این زمان ما از نورسویی لوازمات جنگی مخصوصا سناریاد خیلی تنقصی میکشیم، ولی وزیر مدافع باشد میگوید که سناریاد از سر و گوش همه زیاد است، گفت پریگوژن. صبح همین روز 5 مای پیشتر از این برآمد خود evgeniy پریگوژن یک ثبت ویدیویی را نشر نمود که در پشت او جسدهای بیجان چندین نفر آغشته به خاک و خون در روی زمین خوابیدند. بنا به گفته او همه این جسدهای خونالود منسوب به واگنر بوده، آنها همگی در یک روز کشته شدند. پریگوژن با احساس و سخنهای قبیح شویگو و گراسیموف را زیر باران دشنام گرفت. پریگوژن از جمله گفت: شما مخلوق‌ها در کلوب‌های قیمت‌بها و عیش و عشرت کرده گشتید. فرزندان شما باشد در خارج کشور در استراحتگاه‌ها کیف و صفا کرده گشته ایستادند و آن همه زندگی پرشور و شر خود را در یوتیوب در محضر تماشا می‌گذارند. گمان می‌کنید شما صاحب این دنیا هستید و کیف صفا تنها حق شما و فرزندانتان است. مردم عادی باید در خندق‌ها بمیرند. اینک در دست شما انبارای سلاح است. اینه که در دست شما انبارای سلاح است معنای آن را ندارد که شما در حق دیگران چنین رفتار را روا ببینید. این جسدها در پشت من خوابیده با خواهش خود به اینجا آمده بودند تا که شما در اتاق‌های کاری خود عیش و نوش کرده گردید. یک عقلتان را به کار فرمایید. این خیلی حسابی عادی است. اگر شما مقدار ضروری سلاح را به ما سر وقت رسانید، پس شماره کشته شده ها 5 برابر کم می شود. سخنگوی پوتین دیمیتری پسکوف به رسانه‌ها گفته است که در کرمل بیانیه evgeniy پریگوژن را دیدند، اما به گفته او از سببی که این برآمد پریگوژن منسوب به عملیات مخصوص است من چیزی گفته نمیتوانم. باید یادآور شد که زرخریدان واگنر و ارتش روسیه علاقه طول 9 ماه شد برای اشغال شهر بخموت که در ولایت دنیتسک اوکراین جایگیر است شبانه روز کوشش کرده ایستادند. بنا به معلومات استخبارات امریکا تنها در 5 ماه اخیر ارتش روسیه برای اشغال این شهر 100,000 از اعضای هیئت شخصی خود را از دست داده است که از آن 20,000شان کشته شدند. گفته می شود از نصف زیاد کشته شدگان در این جبهه را زرخریدان واگنر تشکیل می دهند. در بین زرخریدان کشته شده چریکا واگنر 10 تاجیک هم است. آنها اساساً محبوسان زندانهای روسیه اند که پریگوژن با وعده آزادی زود و عفو از محبس‌ها آزاد کرده به جنگ ضد اوکراین میبرد.